همین گفتنی هم که ویروس نیپا بیماری خطرناکی سیرویتی که با گروه بیماری های زوونوزی یعنی که از حیوان و انسان و از انسان به انسان میگذرد و این برانگیزنده این بیماری کورشاپرکا میگوییم. کورشاپرکایی که میوه‌خور هستند در همون دولت‌های سوبتروپیکی هستند و تاجیکستان عزیز افتخار ما این بیماری تهدید نمیکند و باعث خوشنودی است که با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق در حدود ولایت سوق 4 لابراتوری ویروسولوژی با تمام تجهیزات‌های نوترین علیه فعالیت میبرد. اونجا کارمندان صاحب تجربه وابسته شدند و 12 نمود ویروس ها را ما در اینجا علیه تشخیص میکنیم و درباره سرطان همین گفتنیم که زیاده از 14 نفر کارمندان مرکزهای سنتری اپیدمیولوژی در همه گذرگاه‌هایی که در حدود ولایت سوق هستند کار فعالیت میبرند و با تجهیزات‌های نوترین و همه موادهای بی‌ضررگردانی که مثلا هنگام وارد شدن این یا اون مسافری که مثلا از دیگر دولت‌هایی که مثلا هم سوبتروپیکی با یکی سیاه با ما میگوید یعنی که تشخیص‌های فوری گرفته میشن. البته مردم باید دانستنش دکار که بیماری خطرناک است تا 70% یعنی که مرد حالت لیتالی میتید و همون میوه‌هایی که مرکزهای سنتری همین توصیه میدهد که میوه‌های تروپیکی که مثلا وارد میشن خریداری میشن شستشوی تازه کرده بعد استعمال کنند. سیمتوماش 100% با سیمتومای همین کووید 19 همون کم حالتی مثلا تمپراتوری که در بیماری کووید بود سیمتوما علاقمند است.